خوش اومدید به چنل مستر پومو. امروز اومدیم ریاکت کنیم به ویدیو جدید وینی. همراه ما باشید تا بریم ببینیم با هم. خب ببینیم ویدیو چیه. خب آقا دور هم جمع شدیم، میخوان هر سوژه کامنت هایی که تو قسمت ها رو دیدم، برای من یه سریشون ندیدم. من یه سریشو ندیدم. من قسمت مرام رو دیدم. مرام که با هم گرفتیم بلندیتش. این هم دختر هنوز ناراحته حاجی. ستاره. آره یه ذره بفاس. اون یکی دختره بود. یکی دیگه هم بود. آره عکسی یکی دیگه هم بود. شاید وسطش میاد. دادینو بخونه. حالا کامنت ها رو من همینطوری انتخاب کردم، هم توش کامنت های هیت، هم تعریفه و حالا هر سوالایی که شما ازشون پرسیده بودید. بریم با اول نفر شروع میکنیم. خانم ماریسا از اپیزود اول. میکاپت نهایتاً یه روژ لبه، یه کم هم گونه‌هاتو سرخ کردی، خب خیلی کم، و یه کم اومدی ریمل بزنی، خیلی کم. مایسا اولش اینطوری بود که طرف شخصیت و دید خوبی داره، بعد که سنشو فهمید حس مامان بودن داشت. نه واقعا به سن ربطی نداره، بعدم مامی هم دیگه. مامی هم کل ویدیو محو تماشای دختر بودم، چقدر خوشگل خوب حاجی چیز مرام شیش جیب پوشیده بود. این زنده تعریف های فکر کنم زیر پیرن هم تنشه. از زیر پیرنه که نصرت میپوشه نمک میریزه دخترانه و دیگه چیکار کنیم دیگه. باز کردم. خب رژ لب میآوردی با خود. ببین من رژ لبم تو کیفم بود، اما تنبلم، حال نداشتم دوباره برم اون چیزه رو بزنم به چشم. چی بود؟ چشم‌بند بود، چی بود؟ اونو بزنم برم. دیگه ترجیح دادم غذا نخورم. ولی رژ لبم کمند خراب رفتش میشه. فکر کنم تمدید کرد. آره کمند رفت. کمند تنبل نیست، از کمند یاد بگیرید. دو نوع دختر داریم بچه‌ها. دو دختر داریم، یکی مثل من، یکی کمند. دختر خیلی سطحی و فانتزی بود تو فاز رمانای 98 منظورت سال 1998 1898 اصلا سالو میگی، رمان مثلا رمان نمیخونم. 1398 احتمالاً میلادی منظورش. میلادی قطعا منظور. این فانتزی و سطحی نیستم و ترجیح میدم چه آدم هستم نمیدونم، شما بهتر میدونی حتما. توی لبمون نشه. ای وای. بشه بشه من میرم. هیچ نظر خودم دارم از اینا، هیچ نظری نمیدم. هیچ نظر. دنی جونم عزیزم. قرمزی لبای تو کیه؟ من دارم سوق میشم. وای خب میریم کامنت بعدی. کیه؟ وینی اینجوری میخنده. من بعد این داشت میشه. یعنی خود خری. گفتم به دوستام دیگه نمیخوام بهش برگردم. منظورشو نمیفهمی؟ رفتیم با هم بیرون رو میگید بچه، بذار من نظر اوکیش کنم. کلا حالا در مورد اون صحبت میکنی بعداً. ولی خب خواستم توضیح بدم بهتون. بیا مامی جون. وینی چه قاب نرمیه. شوهر جون، همسر عزیزم. داره چی میگی؟ خب میریم سراغ سوژه بعدیمون دوباره از اپیزود اول. دانیال حالت خوبه؟ مرسی فداتشم. چه خبر؟ سلامتی، شما خوبی؟ فداتشم. چه خبر؟ ما که نبودی کامنت چطور بود؟ خوب بود والا. ما یه دوست پیدا کردیم تو بلایند دیت، ولی خب مردم دوست ندیدنش. ای وای. مطمئنی دوست بود؟ ماریسا نشوخی میکنم، واقعا دوستیم بچه. آره شوخی میکنم. وقتی فهمیدم پسر 18 سالشه متوجه شدم که این رفتار این رفتار این که من فوق‌العاده‌ام از انقضای سنشه. فارسیه ولی نمیدونم چرا. منظورش اینه که رفتار تو با سنت یکی کرده، یعنی اومده خواسته مثلا هیت بده. مرسی. اگه هیته چی بگم الان؟ چون نفهمیدم جدی جمله رو. دمت گرم، خیلی ویدیو باحالی بود. خسته نباشی. نصف بیشتر حرفای پسر اینجوری بود که میتونستی تک تکش رو داخل پست و استودیو اینستا پیدا کنی.
این اسم شخصیت منحصر به فرد نیست، صرفا تقلیده. بجی این بدبخت رو فکر کنم فقط هیتش کرده. شاید حق باهاش باشه ولی که کلا صرفا نخواستم، یعنی کل زندگیم یا کسی رو تقلید کنم یا حسودیم بشه، چون حتی شده بدم بوده باشم خودم بودم. یعنی یه جایی قرار باشه باختم بدم یا مثلا یه باگ بزرگی هم داشتم میگم من این باگو دارم. میدونی که خودتی. آره حداقلش میدونم خودمم. دانیال چه عزت نفس و استدلالایی داره رو حرفاش، یکم هم پرروه. یکم هم پرروه. آره من واقعا یکم زیادی شاید پررو باشم. و اینکه میگه عزت نفس یا استدلال داره رو حرفاش، اگه بدونم منبعی که دارم میگم درست باشه آره، یعنی از یه جایی صحبت میکنم که میدونم معتبر. حاجی پسر خیلی خوبه ماشاءالله، خیلی حال کردم با همه چیزش. ماشاءالله. عکس پروفایل کامنت رو دارم میبینم. داداش واسه زاویه فکت چه روشایی رو امتحان کردی؟ بچه من یه چیزی روک بگم، داداش صرفا یه لایو با مادر یا یه ویدیویی با مادر من بذارم. ژنتیک من عکس مامانشو دیدم بچه. آره خدا شکر ماریسا داری تایید میکنی و واقعا کاری نکردم. وایسا ببینم تو باش عکس مامانشو ما دوستیم. خیلی اوضاع خیته. خدایا اوکیه. من نمیدونم این چه فازیه، هر کی 2 کتاب روانشناسی خونده فاز میگیره، فکر میکنه همه متدهای شخصیتی رو میدونه. جدیدن کتابای روانشناسی خوندن جزء کارهای با کلاسه. بجی فقط چیزش که هیتش کرده. بعد بریم ببینیم اصلا قسمتش. حالا به دلیل حالا زندگی که داشتم تقریبا از 11 سالگی کتاب خوندم. اصلا منتی نیست و حرفی نیست که من دارم کتاب میخونم، نه، چون اونجا ماریسا حرفشو زد، سوال پرسید کتابشو میخونی، من گفتم آره. اعتماد به نفس پسره رو چی نوشته؟ وای اعتماد به نفس پسره رو شاش داشت، الان تو قوطی رانی به فروش. مرسی، هیت جذابی بود. کل تایم دانیال با اون ماژیک درگیر بود. آره من کلا حتی سر مدرسه اینا میرفتم، کلا سر کلاس یکم یعنی یه جا نمیتونم بشینم، حتما با ایسی ور برم جدی. حالا یا اول فاز این قراره خیلی داستان شه ولی من درستش کنه بدتر شه. پسر حس میکنه خیلی خفنه در صورتی که تو 25 سالگی میفهمه چه پلشتی بوده. ولی واقعا این نوع ریپلایش رو جواب دادنش واقعا تحسین برانگیزه. چی بگم؟ چون ببین نه آخه حالا کاری ندارم که شاید مثلا شخصیت رو توی نمیدونم ویدیو بلایند دیت مثلا چقدر بود، نیم ساعت 40 دقیقه تو نیم ساعت 40 دقیقه مثلا اون هیچی. یارو اصلا میاد تو پیج من یه ویدیو از من میبینه، یه استوری از من میبینه یا عکس، یارو راجع به شخصیت من، یارو راجع به لباس پوشیدن من، نگاه کردن من تو دوربین، رفتم آمدم، دوستام، روابطم نظر میده. اصلا دورت بگردم، اصلا کاری با این ندارم که من خیلی آدم در به داغونی ها فلان اینا، ولی تو خودت توی نیم ساعت 40 دقیقه داری یکیو خیلی جدی قضاوت میکنی، نظرتو مینویسی دیگه با خودتون. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. هی واسه اولین بار خواستم لباس لی باشم. ای وای کش 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 کش. یه دوست داشتم لباس دختر. آقای دانیال تو گلوش منبع اگزوز بلوچی داره. یه بار بخونه. آقا دانیال تو گلوش منبع اگزوز بلوچی داره. چه اینا رو ما درک نمی‌کنیم. خب آقا رسیدیم به اپیزود دوم و کاپل بعدی. نه بابا دختر همینن، همیشه میخوان بالاتر از طرف باشن. یه جا این پسره کو نیومده فکر کنم. چرا؟ نشسته بود پسره. بابانی؟ تحمل ندارن، مثلا طرف نمره کمتر میده دیگه حاضر نیستن نمره بیشتر بدن. دم پسر گرم. خب نمره کم نمره آره تو تصویری که اونجا نشسته بودن نبود. دست میزنه. چی؟ تو تصویری که نشون میده نبود، نشسته بود. میگم چقدر دختر افاده‌ای بود، حالم بد شد. به نظر خودم اینطوری نیستن. اینا شاید حق شما باشه. دختره چقدر شخصیتش مهربان و لطیف بود.
فقط منم که فکر میکنم دختر خیلی روحیه شادی داشت. آره من خیلی میخندی کلا. فقط اونایی که میگن دختر متأهله، یعنی فرق بین متأهل و متأهل رو واقعا نمیشنوین. آره متأهل و متأهل. مثلا کامنت دیده بودم متعهد و متأهل شنیده بودین، بچه‌ها گفتن متأهل. از اینکه دیزی سفارش داد بعدم اومد. دیزی مشکلش چیه؟ چرا انقدر گارد دارین رو غذاها؟ دیزی خب دیزی اونقدر مثلا غذایی نیست که بدم بیاد ازش، ولی بستگی داره چه شخصیتی مثلا درستش کرده باشه. مثلا دیت اول دیزی یه ذره، ولی خب و باحال بود. یک سوال، تصویر مگه آبی و سبز نیست؟ آبی و سبز ده. بچه چی میگی؟ اینا چه رنگی می‌بینی تو حاجی؟ آبی مشکی. آره اینجوری آبی میشه. یه سری اصلا میگن اون قسمت سفید طلایی. یه سری آبیشو سفید میبینن اصلا. نه سفید طلایی آبیشو میبینن. طلایی میبینن. سفید طلایی میبینن کلا. فکر کنم چرت و پرته. چجوری اصلا اینو سفید طلایی میبینن؟ آبی مشکیه. بعد حالا اون قسمتش انگار کیفیت عکس پایینه طلایی شده یه ذره. بالاشو میگی؟ آره الان طلایی یه ذره. نه اون نور خورده اون چیز. نه اصلا طلایی دیده میشه. آره. یه ذره طلایی ولی در کل آبی مشکی ولی آره. آبیش هم فکر کنم آبی نفتی میاد میره چه رنگی میاد. بچه‌ها تو کامنت بنویسید چه رنگی می‌بینید، چون واقعا یه سری واقعا سفید کسی رو- دیدم، واقعا کسایی که سفید طلایی می‌بینن. شیشه چیزی مذهب شیشه پاک کنه. چرا دختر ویژگی خوبش رو گفت متعهد بودن؟ هر دو نفر نرمالی که میرن تو رابطه وظیفه‌شونه به هم تعهد داشته باشن. این ویژگی مثبتی نیست، در واقع وظیفه است. خب بله، تعهد داشتن حتما نباید راجع به خیانت تعریف شده باشه. منظور من از تعهد اینه که طرفو توی هر حال بد و خوبی که هست کنارش باشی و مراقبش باشی و کرش کنی. دختر اونجایی که گفت از آبگوش بعدش میاد کنسل شد. اوکی. فقط همونجا که گفت یه چیز بد بگیرم دیزی بگیرم دیگه نگاه نکردم. کفت رفت که به دیزی گفت بد، دیزی حرمت داره بچه بی خیانت دیزی شید. چقدر که دیزی هم دیزی تو کامنت ها. کامن واقعا زیباست. شدیدن کراش این دختر. کامنت های قرمز میشم. خوشگلم باشه پشرت میشدیم میخندی. چت زن. چت زن منظور چت دختر. میگه چته نکنه منظورش. نه منظورش که سلام، قد بلند مکوتا سفید هستم. سلام عزیزم، خوبی؟ من اون وسط خیلی آروم گفتم که کسی نشنوه، ولی مثل اینکه خیلی متوجه شده بودن. پسره چه صدایی داره قربونت برم. ببین فازونول داره، یهو میگیره روی این صدا، یهو یه وقتی مثلا صدا اینجوری میشه، اصلا چیز بینابین نداره. صدای خودته یعنی؟ صدای خودم صدا سازی نمی‌کنم تا جایی که میتونم، یکم بلند صحبت میکنم اینطوری میشه. آره. چقدر اخلاق پسره رو دوست داشتم، خیلی راحت و باحال به نظر میرسید. اتفاق اصلا راحت نبودم، واقعا استرس داشتم اولش. آره سخته. آره دوغا، ولی چرا خورده نشد؟ مسئولین پاسخگو باشن. خب مسئولین پاسخگو باشن یعنی که شما نخوردید دیگه. همزده نبود. راست میگه. اعتماد به نفس پسره رو یونجه داشت، سالی 3 بار زعفرون. من کوچیکتم داشتم. پسره واقعا خوب بود، هم ظاهری هم اخلاقی، ولی از سلام قشنگم نمیشه گذشت. ببینی هر کی یه بیانی داره واسه یه محبتش، هر کسی حالا هر جوری میخواد باشه توی دیتش، توی غیر دیتش، و به نظر من تو اگه بخوای ظاهرسازی بکنی توی دیتت و مثلا اینجوری نباشی، پس فردا که میری تو رابطه و اون موقع که خودت واقعیتو نشون میدی دچار داستان میشی. پس همونی که هستی باش، حالا میخوان دوستت داشته باشن یا نداشته. چرا صداقت آدما رو زیر سوال میبرید؟ گفتن قشنگم به دوستش چه مشکلی داره؟ واقعا مرسی، دم شما گرم. آره کامنت های مثبت هم زیاد بود در این باره که حمایت کردن. ببین یه چیزای حتی تا تهدیدم به من گفته بودن، مثلا راجع به حتی مامان بابام وارد داستان کرده بودن. مثلا اینجوری بودش یکی نوشته بود دایرکت که خوبه بابات تو محل کارش به همکار خانومش بگه سلام قشنگم. اون موقع مامانت چیکار داره؟ بعد فوش مادر بود، چیزای عجیب غریب بود. پسره چقدر شبیه استفن تو خاطرات یک خونه‌شامه. ببین ترکیب استفن و رامی مالک و رابرت پاتینسون اینا مناطق محرومم من. ورژن آسیاییش دیگه. وقتی به رفیق دخترت میگی
بابا یکم تنوع داشته باش توی سوال. ببین من داشتم میگشتم، یعنی بیشتر کامنت ها یعنی همشون در مورد همین بود. من دیگه خسته شدم، اینطوری داشتم اینطوری می‌کردم. دیگه وقتی به رفیق دخترت میگی سلام قشنگم معلومه کنسل میشه. من خوشحالم که برای شما کنسل شدم عزیزم. پسر خیلی باحال و خاکی بود، من قربون شما برم. از بین این کامنت ها بالاخره کامنتایی هم بود که واقعا دوستت داشتن، محبت آره بوده. من واقعا دوستتون دارم، دم شما گرم. یعنی یه توجهی بهم نشون داده شد که کمبود توجهم واقعا جدی میفرمایی؟ اون بابا تو خودت فیزیکی خوشگل واسه ما میخواد حذف فیزیکونه جون داداشم بیا ببین بیا تو منو حذفم کن قربونت بشم. چندش قشنگش روز تولدش رو نمیدونست. ببین میگن هر چقدر تو میزان صمیمیت آدم بیشتر میشه اینجور چیزا واقعا میره کنار. مثلا من یه سری دوستایی دارم که 1 سالم نبینمش، همچنان بعد 1 سال همدیگه رو میبینیم دوباره با همدیگه اوکی ما داریم حرف میزنیم و عین مثلا اینکه 1 سال داریم با هم زندگی میکنیم. من باورت میشه تاریخ تولد هیچ کیو نمیدونم، یعنی نه مامانم نه بابام این خانم تو هیچ. ببین خانومم میدونم ولی بازم بین روزش یه روز قاطی میکنم. فقط یه نه راستشو یه دونه رفیقمو بلدم، اونم چون 22 بهمن بود مثل ناخودآگاه تو ذهنم بود و هیچ کیو نمیدونم. یه روز خاصی که یادم آره 22 یوم الله. آره من اتفاقا یادم میمونه یادم و ربطی نداره به نظر من. خب میرسیم به نامه اصلی. ایوا این چیه؟ خب ایسا صدا صاف کن. منظورتون جدی چیه که میگی نباید به دوستش میگفت قشنگم؟ چرا اینقدر همه چیزو جنسی میبینید؟ آخه اگه دختر بود به دوست دخترش میگفت قشنگم اشکال نداشت. از نظرتون چون پسر مشکل داره؟ داداش اینا نه نخ دادن نه لاس دادن نه هیچی. احساس صادقه بین دو تا دوسته که همه جا هست. آفرین. همینطور ادب و لطف و تو خطاب کردن دوستش نشون. همینطور ادب و لطف و تو خطاب کردن دوستش نشون میده. لطفاً ذهنتون از این آشغالی که توشه بشوری. تو سال 2024 زندگی میکنی نه دوران پایانی سنگی. واقعا دست واقعا نظر سنگی رسیدیم به اپیزود مورد علاقتون، اپیزود 3 مرام و ستاره. چاکریم. ببینیم چند شهری بریم؟ بگم چند شهری؟ 8 شهری. اینم 7 بود. من 7 شهری بریم. خب اولین کامنت ولی واقعا من خودم دیت می اومدم باهات لایک میدادم. حالا کامنت از کیه؟ اشکان شادکامی. داداش خیلی نوکرتم میدونی، خیلی خفنی، خیلی خوبی، خیلی باحالی. من کوچیکتم واقعا. اشکان شادکامی واقعا خیلی آدم مشتی هستی. اون تایپ سی از شدت بیمزگی خنده‌دار بود واقعا. آره واقعا هم بیمزه بود. چی بود من گفتم تایپ سی یعنی چی؟ یه ستاره شب‌هامون نشه. یعنی چی یه ستاره شب‌هامون نشه؟ یعنی اسم آهنگه یا مثلا تو شب یهو ستاره بیاد بره. صدامون قطع بود. از پسری که موقع سوال پرسیدن میگه لیدیز فرست فرار کنیم. میخواد بسته به جواب دادن شما جوابشو آماده کنه. راست میگه؟ ببین راست گفتنش که خب آره بالاخره یه فرصتی نصیب اون طرف مقابل میشه که یه ذره بیشتر فکر کنه، ولی کلا اصولا یه چیزایی دیگه رعایت کردن اون اخلاق جنتلمنانه و ادبه که خب شما وقتی که با خانومی جای هستین اول ایشون صحبت کنه، اول ایشون کاری که میخوان انجام بدن در رو براشون باز کنین. یه سری از این کارا دیگه واقعا بعدم گفتم به جای لیدیز فرست بگین که خانوما مقدم ترن. از گلزار قشنگتر بازی کردند. اینو نفهمیدم یعنی چی. یعنی اینکه من ادا در یه نقش بازی کردم یا مثلا منظورش چیز بودش؟ منظورش عروسی گلزار هستش که وایسادن. اوه اوکی. ولی واقعا من تازه فهمیدم. ولی خداییش بچه‌ها یه چیزی بگم، ما هر چی که تو این دیت ها بودیم همه بچه‌ها خودشون بودن، یعنی هیچ اکتی نداشته، هر کی شخصیت واقعی خودشون نشون داده. دقیقاً. و حتی موقع نمره دادن یا لایک و دیسلایک دادن هم ما هر چی که واقعیت بوده رو اون لحظه از خودمون بروز دادیم. هیچ واقعا نقش و برنامه‌ای توش نبوده. قبول داری؟ محاله به نظرم. یه سری چیزا رو تغییر میده. 100%. الان آشپز هستم، میتونم کل دیتا رو اجازه بدم شما حساب کنیم. خیلی مخلصیم. من
حساب میکنم شما آشپزی کنین. اگه شما آشپزین اینجوری بهتر. برادر فکر میکند 365 روز وقت دارد. این چون شبیه بازیگر 365 روزه. آها فهمیدم. این یعنی وقت کمه یا 365 روز. حاضرم تا ابد فقط صدای مرامو گوش بدم. خیلی مخلصیم. لطف داری، خیلی متشکرم. تو کامنت هم خیلی لطف کردین، راجع به صدای من صحبت کردین، وایس فرستادین، کامنت گذاشتین، ممنونتونم. لطف دارین. دیگه سنم رفته بالا، صدام اینجوری شده دیگه، ولی مخلصیم. یه درخواست بکنم. نه. Are you lost baby girl؟ خب میکل مورونه خاورمیانه. اولا داشتین که خیلی لطف دارید. این آقایی که اسمشون میکل مورونه خیلی خوشتیپه واقعا، خیلی هم آدم باحال و بالاخره جذابیه. من اصلا قابل قیاس با ایشون نیستم، ایشون خیلی خوشتیپ‌تره، خیلی جذاب‌تره. و اینکه لطف دارید اگر فکر میکنید که مثلا من شبیه ایشونم یا مثلا هر چیز دیگه ای، این از لطف شماست. خیلی متشکرم. میدونستید به دوست دختر مرام چی میگن؟ چی میگن؟ با مرام. با مرامی؟ زدن که مرام زبدر قرمز ددی تیکه ددی داستانش چیه؟ میگن شبیه ددی ها میمونه دیگه، چون از سنش بالا. آها خب واقعیتش اینه که داستان ددی رو بهم میگی. من داستان ددی رو نمیدونستم چیه. باورتون میشه نمیدونستی اصلا کلا داستان. از یه جایی یهو دیدم که تو کامنت ها و تو دایرکت ها همش هی میزنن ددی، ددی خوبی، ددی چه خبر، ددی ما میشی. بعد من گفتم خدایا ددی یعنی آخه بچه یه چیزی بهتون بگم، مثلا من خب 34 سالمه، ولی خب مثلا تو جمع دوستای خودم و اینا که میرم اونقدر من از همه بزرگتر نیستم، خیلی از دوستام از من بزرگترن، ولی اینکه همه یه اومدن گفتن ددی و ددی، بعد من گفتم خدا ددی چیه؟ بعد دیگه سوال کردم، گفتن که آقا ددی یعنی این ددی باشه. آها یه چیز دیگه هم بگم. آها آره بعد یه جایی دیدم که یه سری ویدیو ادیت زدن، بعد هی توش میزنن که ما شما رو شیپ کردیم، بعد یا شیپ، بعد من گفتم خدایا شیپ جنگل چی منظور؟ بعد اول فکر کردم مثلا یه چیز بی‌ادبیه، یعنی مثلا بعدشون اومده یه چیزی دارن مثلا مسخره‌ام میکنن. بعد رفتم تو گوگل اینجوری فارسی زدم که ما شما رو شیپ کردیم یعنی چی، بعد دیگه معنیش اومد، فهمیدم که جهت ابینی هم پرسیدم، کلی بهم خندید دیگه. سن بالا این بدی‌ها هم داره. نه خب اولی نوشته که اعتماد به نفس ستاره و اینکه مشخص بود چقدر خوب واسه خودش ارزش قائله و خیلی دوست داشتم. خب آره واقعا واسه خودم ارزش قائله و حالا نمیگم اعتماد به نفسم زیاده، ولی اون چیزی که هست 100% دیگه، همون مقداری که دارم. آره همین خوبه. چقدر شخصیت ستاره برام قابل تأمل و محترم هست. پاسخهایی که میداد ادایی نبود، واقعا خیلی خوشم اومد ازش. واقعا من سعی کردم 100% خودم باشم، یعنی واقعا هم خودت بودی تو ویدیو. آره واقعا خودم بودم، یعنی چیزی که دیدن 100% یه تصویر حالا کوتاهی از خودم بود. واقعا وقتی به ستاره میگی با کی هستی، میگه من با مرامم. من قالب کامنتایی که اصلا تو پستام میگیرم راجع به مرامه. جدی؟ آره واقعا مثلا راجع به کارم هم چیز میذارم، راجع به کارم هم پست میذارم، مثلا کامنت راجع به مرام میگم اینجوریه. آره من شکست عشقی تجربه کردم از دیت 2 نرفتن این 2 نفر. ای بابا. ولی خب من یه کاری کردم که حداقل توی کاد دوباره حضور داشته باشم. آره دیگه یه حضور دوباره بود دیگه. خیلی ازم درخواست شده بود واقعا. کامنت بعدی نوشته که ستاره واقعا نچرال زیباست. مرسی واقعا. این چرا همه خوب نوشتن؟ خیلی ازش تعریف شد. آخه یه ذره هم مردم دلشو سوخت. قبول داری؟ چون میدونی چون حاشیه نداشت مدل صحبت کردنش، ولی یه آدم درونگرایی هم هست احساس میکنم، کلا بی حاشیه صحبت کرد سر همین چیزا. تو قیافه نبود نمیدونم آخرش چیز رفت تو قیافه اون که واقعا گارد چیز نشه. این روزا خیلی ویدیوتون پخش شده و همه دارن راجع به این میگن که چرا دیت دوم نرفتین. خب سوالی که پیش میاد برای همه، ولی نباید جوری رفتار کنین که انگار گناه کردن. خب تصمیم خودشونه، دلش میخواد بذاری در آرامش باشن.
چی ندارم راجبش. و آخرش هم کامنت خودمه که خود چیه؟ نشسته یه لحظه کامنت خودت چیه؟ یه قیممون نشه. حالا قیممون بشه یا نشه؟ قیممون میشه. آره قیمه درست کردی؟ آره اوکی. آره دیگه. خب ما توی این بخش از برنامه از بچه‌ها خواستیم که با یکی دوست بمونن، با یکی ازدواج کنن و یکی رو بکشن. کیس مریکی گوش بلا بلا بلا. با ماریسا دوست میمونم. با معذرت خیلی فراوان، من کوچکترین عضو این خانواده، الان بچهای بلایند دیتم، هر چی بگم همه اوکی ان. پاس بده. پاس بده. صدا پاس. فکر کنم ستاره رو بکشه. ستاره با اینی که دختره که اسمش نمیدونم چیه ازدواج میکنه. ستاره وسطی هست. آره منم از همین اسم دارم. من ستاره رو میکشم و Game over. آخریش هم که ازدواج میمونه. اگه اجازه داشته باشم هم کمه. دوباره وقتی کشتش. درسته دست بزن. میونه این همه دلبر من دو دلم بذار اینم حدس اونور بزنیم. این ور برم بذار یا پاس اون. بده. این من حس میکنم که این 100% با همون پسره که تو دیت بود دوست میمونه. اون پسره که فرق وسط داره رو میکشه. با مرام ازدواج میکنه. آقای فکرم سنش خیلی پایینه. آره اینو میکشه. رویه شوخی دارن. چی بود؟ با کی دوست بمونم؟ با دنی دوست میمونم. آره عرفان ببخشید. آره عرفان مجبور میشم بکشمت. من باش ازدواج میکنم. درسته دست بزن. مرام مرسی من رفتم. خب این حس میکنم این دختر قبلیه رو میکشه و هم که الان صحبت کرد. بعد با چیز اون یکی کی بود اسمش که اون گفت باش ازدواج میکنم. این فکر کنم با ستاره ازدواج نمیکنه، ستاره رو میکشه. آره کشم دوستشم چی کنم؟ بکشم ازدواج کنم. من بگیر نیستم، ازدواج نمی کنم. بعد کشتن دانیال میتونم بکشم داشتم. دانیال رو میکشم. بعد نمیشه که اینجوری. آره باید فقط از تفره میری داداش. جواب سوال رو بده. خیلی خوبه. وینیه بابش میگفت. خب بچه اگه تا اینجای ویدیو دوست داشتید حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. واقعا ستاره قیمه نمیخوای بدی بهم؟ این قیممون نشه؟ به زودی. ایوه. دختر بودم با مرام ازدواج میکردم. با مرام دوست میمونم. با دانیال ازدواج میکنم. خب 2 نفر عجیبه. اوکی دیگه مارسا بکشم. من مارسا رو میکشم. آره من مارسا قرار با من ازدواج کنیم نشد. چقدر دارک شده چی؟ با عرض معذرت دانیالو میکشم. خب بعد دوبار مورد کشته شد دانیال. فکر کنم با مرام ازدواج. با عرفان که آره دوست عمرن اگه بگه با مرام فکر کنم میکنه. نه نمیکنه. این با کی ازدواج میپیچونه. از اون دوتا که اصلا تایپ این نیستن. تنها کسی که تایپ واسه ازدواجه هم مرامه. هستم. دوست میمونم با عرفان با مرام ازدواج میکنم. اوکی. خب اولش بگم اینکه من از همه بچه‌ها یه پاز بده آجی. خیلی داره سوبر بازی و سمبالایی رفتار میکنه. این ددیک هم بهش میگن. خب خیلی عبقیه‌شون خودش. یه زیادی رفتی تو حالته که آجی من سنم بالاست و ولی واقعا هم همین الان هم من میدونم میخواد جواب چرت و پرت بگه اصلا تفریح باید بره. و با اختلاف سنی بالام بزرگترم. شروع شد. ولی که با همشون رفیق شدم. انقدر بچه خوب با سواد خانواده دار. همون کن سوبر بازی. با اینکه من ازشون خیلی بزرگترم ولی خیلی باشون حال کردم. یه جایی چیزایی ازشون یاد گرفتم. به خاطر همین همه رو واقعا خیلی رفاقتی میگم. اول اینکه کیو بکشم. خب ببین واقعیتش اینه که من چون بزرگترم دیگه وقت زیادی ندارم.
بچه ها از من همه کوچیک‌ترن، من خودمو میکشم که بچه ها باز یه 7-8 سال 10 سال وقت دارن بیشتر زندگی کنن، بیشتر با که دوست ولو با همه دوستم به خدا، یعنی با همشون هم رفیق شدم هم دوستم، تک تکشون، دانیال، عرفان، کمن، ماریسا، تمومش کن. و اینکه ولی دوست واقعی اصلی خیلی خفن کردم تو این اتفاق وینی بود. مرسی. و اصلا واقعا انتظارشو نداشتم. وینی یه آدمیه که نسبت به سنش نابغه است، کارش درسته، کارشو بلده و اینکه واقعا دمش گرم. یعنی من میتونم به عنوان رفیق روش حساب کنم. ازدواج واقعیتش اینه که کسی به من زن نمیده. اینو بگم. اینو دیگه بخواد به من زن بده، لطف کنن دخترشون رو بدن به من بشم داماد خانواده‌شون. دیگه فکر کنم خودتون بدونین دیگه. ها؟ Thank you. چی یه باری بگو؟ دیگه گفتنیا رو گفتم. خودشون میدونن. خودتون میدونید. اوکیه. مرسی. Thank you. خوبی؟ این چیه؟ حاضرن به عنوان یه پارتنر مشترک قرار دوم داشته باشن یا نه؟ ولی قبول میکنم خدایی راه رفتن اون کتواک شده بود تو اطلس مال. اطلس مال رفته بودم. خب بچه گفتش اطلس مال، ما 2-3 روز پیش یه ویدیو گرفتیم، لینکشو میذارم این بالا حتما ببینید. تو هوای برفی ویدیو خیلی خفنی شد. فکر کنم به خاطر کپی رایت صدا رو قطع کردم. آره احتمالاً. واسه خیلی خوبه فردا زنگ زده بودش که شما دوتا رفتید من دوستم در حال محبت کردن من. اوکی این بالاخره یه ادیتی که درست. این آره آدم واری بود چون اینا با دیت رفتن نمیشه. نه دیگه یه حالت رفاقتی دیگه با هم اوکی نشد. خب دوستان میخوایم کلا با این کاپل خداحافظی کنیم و دیگه پایان این قصه رو بگیم. آخرین جمله‌ای که به بینندگان محترم دارید چیه؟ همین دیگه خداحافظ. دوستتون داریم. آره واقعا. عشق. خداحافظ. پسر انه. مرسی. بچه این سما رو از کجا پیدا میکنیم؟ ببین من رفتم دیدم یکی برداشته از یه پروژه‌ای که من 4 سال پیش رفتم یه تیکه ویدیو در و خودم نداشتم اونو. خب I started dreaming. بله. You have a crush? Yes. Can I see your crush please? مرسی بچه بابت ویدیوهاتون، ادیتاتون خیلی خفن بود. مرسی بابت همه حمایتاتون. این پسرم فیسش خفن و باحالی خاصی. گفت مخلوط چند تا بازیگر مناطق. دمتون گرم بچه‌ها. چه کسایی که کلا هرچی دوست داشتن گفتن، چه کسایی که دوست داشتنی صحبت کردن، واقعا دمتون گرم. مرسی و عشق میدین و واقعا خیلی برام زیبا و جذاب بود. بس پینا خداحافظ. اون هورت کشیدنشو چه به هیچکی نگو. خیلی هورت بدی کشید. این ویدیو خیلی باحاله ولی مسئلهش اینجاست که واقعا من 47 سالم نیست، 34 سالمه. اوکی. خیلی کیوته. این تو ادیتش فکر کنم مشکل این ادیت چیزی فکر کنم ادوب پریمیر. نره چیز فایلت که پاک میشه اینجوری میاد. نمیدونم چرا اینجوری. باشه درست نکردم. شاید چیز کرده مثلا خودشون قسم کنه کرده. این چیه؟ یعنی از این اینجوری واکر این ادیت ها همش حول محور این
این نگاهه بود نمیدونم چرا. میگم ادیتا 90% حول محور این نگاهه بود نمیدونم چرا یه نگاه چرا ستاره اصلا نگاهش نمی‌کنه چرا میشه یه حاجی اصلا هنوزم گارد داره به نظرم. خیلی تو خودش. آره اصلا نگاهش نمی‌کنه. خب میدونی اینا بعد این داستان حس میکنم که چون هیتر رو خیلی زیادن واقعا، یعنی تو عالی هم باشی بازم یه سری رو حسادت و این چیزا هیت میکنه. این بس کنم بعد هیت شده. میدونی چی میگم؟ یعنی خورده تو اعتماد به نفسش خیلی بد. همین میاره بازیگر ساشا سومر گوره بابای میکله ما خودمون مرام داریم و خیلی مخلصم بابا. چاکریم. Thank you. پشمو عکس رو با AI درست کرد. این هوش مصنوعی اینجوری درست میکنه نه؟ نه واقعا خودم ولی باحال شده عین این مثلا عروسا تو این سریالا و خدافظ. مرسی که ما رو دیدی. خیلی ممنون. دم همتون گرم. واقعا ممنونم. مرسی انقدر این هفته لطف و محبت و عشق و انرژی مثبت و تعریف و تمجید کردین که من واقعا اصلا لیاقتشو نداشتم و خیلی هم لطف کردین. ممنون همتونم. انشالله شاید فرصت بشه تو برنامه‌های بعدی هم ببینیمتون. مرسی. خب بچه ما هم به پایان ویدیو رسیدیم. مرسی. آره واقعا به قولی بحثم سیسه الانش خیلی خفن. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. حتما لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. بچه اگه توی بهتر شدن روند ویدیو اگه نظری دارید حتما تو کامنت ها به ما بگید، ما نظر رو بخونیم که روز به روز ویدیوهای بهتری براتون درست کنیم. مرسی که نگاه کردید. فعلا